مسلح با مقلم و قوطی‌های رنگ امید شریفی 30 ساله و نقاشان همراهش به کار شروع می‌کنند. می‌خواهند با نقاشی در این دیوارها در دل مردمی از جنگ و ترور جفا کشیده کابل امید برانگیزند. اسلحه‌شان هنر است، جای نبردشان دیوار. و این رقم شده که همین خود شهر کابل مثل یک زندان ساختن و او یگانه راهش است که ما با رنگ و با نقاشی و با پیام‌های که از محبت است این دیوارها را یک رنگش متفاوت بسازیم. شریفی امروز فساد را نشان گرفته است. با همراهانش در دیواری وزارت شهرسازی نقش کسی را میکشند که رشوه را رد میکند. شریفی برای این کار اجازه پلیس و نهادهای دولتی را گرفته است و امیدوار است افغانستان را تغییر میدهد. همیشه قهرمانایی که برای ما معرفی شده، قهرمان ما یا سلاح داشته یا شمشیر داشته، تاریخ افغانستان. به او خاطر ما خواستیم بورس بگیریم. همراه بورس بریم یک تغییر بیاریم. نقاش جوان افغان و همراهانش بخشی از گروه افزاینده نقاشان خیابانی در کابل هستند که داغ و آثار جنگ‌های 10 ساله را با رنگ می‌شویند. دیوارهای تا چند سال پیش به نقش کابل حالا از حقوق کودک، واکسین زنی و حقوق زن پیام می‌دهند. به ساکنان کابل هم پسند است. محمد عظیم پسری 6 سالش را آورده است که اینجا را ببیند. اینا همش یک چیزی است که آینده مردم با یک جای میرسانند. وقتی که ایره میبینن مردم میفهمن که ما شما به چی حالت بدیم و حال همه مردم افغانستان علاقه داره که ملکش آرام باشه، وطنش آرام باشه. شریفی 3 سال پیش به نقاشی دیوارها شروع کرد و بعد تأسیس گروه به نام ارتلورد که 30 نقاش را به هم آورده است. گروه شریف از سال 2014 در کابل 50 دیوار و در سراسر افغانستان 200 دیوار را نقاشی کرده است. شکیلا رحیمی از شریفی الهام گرفت و با او کار میکند. با شرافت کمک‌های خیریه خارجی و سازمان‌های غیر حکومتی، رحیمی و همکارانشان توانستند درستی کارشان را به حکومت و مردم نشان بدهند. زیادتر قدر که اولا مردم علاقمند نبودن، ولی حال فکر میکنم روز مردم علاقمند به میشن و ما تن هر جا که تصویر کار میکنیم مردم زیادتر جمع میشن، یعنی خوش میشن از اینکه ما کار میکنیم. بعد 6 ساعت کاری زحمت طلب آخرین نقش های نگاره ضد رشوه‌خواری مانده است. اکنون این دیوار بیزبان بر رهگذران میگوید پول بودجه از مردم است، نه از مقامات رشوه‌خوار و به آنها یادرس میکند که افغانستان میتواند زندگی دیگری داشته باشد.